سلام دوستان خوبم، به یک ویدیو جدید با من خوش اومدید. اگه میخوای بدونی این ویدیو در مورد چیه پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. امروز قراره درباره تکنولوژی‌های نوظهور هیجان انگیز سال 2025 با هم صحبت کنیم. این فناوری‌ها دنیای ما رو به شکل شگفت‌انگیزی تغییر میدن. شاید آینده زندگی هامون هم بهشون وابسته باشه. بریم سراغ چند تا نمونه که بهتون معرفی کنم. هوش مصنوعی AI شخصی‌تر و هوشمندتر از همیشه. هوش مصنوعی در سال 2025 به مرحله رسیده که دیگه فقط ابزار نیست، بلکه مثل یک همراه شخصی عمل میکنه. حالا سیستم هایی مثل دستیارهای مجازی میتونن احساسات شما رو از صداتون تشخیص بدن، حالت چهرهتون رو تحلیل کنن و حتی پیش بینی کنن چه چیزی ممکنه بهتون کمک کنه. برای مثال فرض کنید یک روز خسته از کار برگشتید. دستیار هوشمندتون ممکنه بهتون پیشنهاد کنه که یک موزیک آرام بخش پخش کنه یا غذایی رو بهتون پیشنهاد بده که مناسب حال روحی شما باشه. این یعنی فناوری داره دقیق تر از هر زمان دیگه با ما ارتباط برقرار میکنه. مورد دوم، واقعیت افزوده AR در زندگی روزمره. عینک‌های واقعیت افزوده که شاید تا همین چند سال پیش یه ایده دور از ذهن به نظر میرسید، حالا به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده. تصور کنید که در حال راه رفتن توی خیابون هستید و به کمک این عینک‌ها میتونید اطلاعاتی مثل نقشه، پیشنهادات فروشگاه‌های اطراف و حتی ترجمه متن‌های خارجی رو بدون نیاز به گوشی موبایل ببینید. در صنعت‌ها هم واقعیت افزوده نقش بزرگی پیدا کرده. مثلا توی طراحی داخلی میتونید به صورت مجازی مبل یا وسایل دیگر رو در خونه‌تون بچینید و قبل از خرید ظاهر نهایی رو ببینید. یا حتی توی آموزش دانش آموزان میتونن با این فناوری موضوعات پیچیده‌ای مثل آناتومی بدن انسان رو به شکل سه‌بعدی و جذاب یاد بگیرن. مورد سوم، انرژی های پایدار و باتری های فوق پیشرفته. تغییرات آب و هوایی باعث شده که دنیا به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنه. توی سال 2025 باتری های جدیدی ساخته شدن که از مواد بازیافتی استفاده میکنن و سازگاری خیلی بالایی با محیط زیست دارن. جالب اینجاست که این باتری ها میتونن در کمتر از 5 دقیقه کاملا شارژ بشن و به مدت چند روز انرژی لازم رو تامین کنن. تصور کنید گوشی داشته باشید که تنها با 1 دقیقه شارژ 1 هفته کار کنه. همچنین پنل های خورشیدی جدید به شکلی طراحی شدن که حتی در هوای ابری هم میتونن برق تولید کنن. مورد چهارم، زیست فناوری و پزشکی هوشمند. در حوزه زیست فناوری پیشرفت‌هایی که در چاپگرهای زیستی صورت گرفته فوق‌العاده است. حالا میتونیم اندام‌های مصنوعی مثل کلیه یا کبد رو چاپ کنیم که کاملا با بدن انسان سازگار باشه. ربات‌های میکروسکوپی هم وارد میدون شدن. این ربات‌ها در بدن حرکت میکنن و مشکلات رو تشخیص میدن و حتی میتونن دارو رو مستقیما به سلول‌های بیمار برسونن. این یعنی چی؟ یعنی درمان بیماری‌هایی مثل سرطان میتونه سریعتر و با عوارض کمتر انجام بشه. به عبارتی پزشکی داره به سمت شخصی سازی کامل پیش میره. مورد پنجم، خودروهای خودران و حمل و نقل هوشمند. خودروهای خودران سال 2025 دیگه فقط یه آزمایش نیست، بلکه حالا در بسیاری از کشورها به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی استفاده میشن. این خودروها به کمک هوش مصنوعی و سیستم‌های ارتباطی پیشرفته
با هم ارتباط برقرار میکنن تا از تصادفات جلوگیری کنن و سفرهای امن‌تری رو برای ما فراهم کنن. جالبتر این که حالا سرویس های تاکسی خودران در بعضی شهرها فعال شدن. شما میتونید با یک اپلیکیشن یه تاکسی خودران بگیرید که خودش بدون نیاز به راننده شما رو به مقصد برسونه. این یعنی نه تنها راحتی بیشتر بلکه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هم در راهه. مورد ششم، متاورس و نسل جدید اینترنت. متاورس که چند سالی از اسمش رو میشنویم حالا وارد مرحله‌ای شده که واقعا بخشی از زندگی ما رو شکل میده. در سال 2025 متاورس فقط برای بازی یا سرگرمی نیست، بلکه شما میتونید جلسات کاری، خرید یا حتی سفرهای مجازی رو در این فضا تجربه کنید. نسل جدید اینترنت هم سرعت بسیار بالاتری داره. مثلا اینترنت 6G به شما این امکان رو میده که یک فیلم کامل رو در عرض چند ثانیه دانلود کنید. خب دوستان، این تکنولوژی ها فقط یک نگاه کلی به آینده هستن. دنیای ما داره خیلی سریع تغییر میکنه و تازه شروع ماجراست. اگه از این موضوع خوشتون اومده حتما نظر یا سوال هاتون رو برام بنویسید تا در ویدیوهای بعدی بیشتر دربارش صحبت کنیم. کانال خودتون سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و اگه این موضوع دوست داشتین برای دوستان هم بفرستید تا از این موضوع استفاده کنید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.